11مین غذا از چالش گیلانه و غذاهاش کولی قرابیجه. چقدر خوشمزه است. آفرین بهنام، آفرین بهنام. امروز میخوام این غذای خوشمزه و اصیل گیلانی رو بهتون یاد بدم که خودتون درستش کنین. برو بریم. این اسمش نمکیاره. قدیمیا اول توی نمکیار رو با سنگ مشته گردوها رو میساویدن. حالا ساویدنش با این سنگایی که کنار رودخونه پیدا میشن چجوریه؟ این دستتو میذاری روش و به این صورت میساوی گردوها رو. باید قشنگ روغنش رو در بیاری. گردوها باید به این صورت له و خمیری بشن. ببینید اینجوری. حالا گردویی که ساویدیم و میریزیم توی گمش، بهش رو به انار میزنیم، یکم بهش حرارت میدیم که فقط گرم شه. بعد روش آب سرد میریزیم و میذاریم 2 ساعت قل بخوره به روغن بشینه. وقتی آب رو اضافه کردین همشون بزنین که گردوها قشنگ توی آب باز شن و گوله گوله نباشن. وقتی که آب و گردو داغ شدن دوباره بهش آب سرد اضافه میکنیم که این شوک دمایی باعث میشه روغن گردو بیشتر در بیاد. البته اگه کیفیت گردوتون بالا باشه و خوبم بسابینش حتما روغنش در میاد، ولی خب این یه راه در روه. الان که داغ شده باید بهش آب اضافه کنیم. گردوهامون 2 ساعت کار دارن. گمج رو بذاریم رو حرارت و بریم سراغ سبزی‌ها. حالا باید سبزی‌ها رو خورد و سرخ کنیم. مقادیر دقیقشون رو هم تو کپشن براتون می‌نویسم. بیا جلو. چوچاق می‌خوایم، خالواش، نعنای محلی و گشنیز. البته اگر که خالواش و چوچاق ندارید جایگزینشون تو کپشن براتون می‌نویسم. سبزی‌ها باید به این صورت ریز ریز خورد بشن. چه عطر و بویی هم داره. به به به. حالا سبزی‌های ریز خورد شده رو توی روغن داغ سرخ می‌کنیم. خب سبزیامون سرخ شده و حالا باید به اون گردوهایی که تقریباً 1 ساعتی ریز قل خوردن اضافهشون کنیم. حالا سیاکولیایی رو که تمیز کردین و شکمشون رو پاک کردین باید با نمک و زردچوبه مزه دار کنیم. حالا ماهیایی رو که نمک زردچوبه‌ای کردیم توی روغن داغ حسابی سرخ می‌کنیم. خب ببینیم گردوهامون به چه مرحله‌ای رسیدن. حالا بهش آبقوره اضافه می‌کنیم. سس کولی قرابیجمون تقریباً تا 1 ساعت دیگه حاضره. خب سس کولی قرابیج ما حاضره و الان وقتشه که بگم چجوری باید این غذا رو سرو کنید. به 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 عجب چیزی شده. فقط قبلش برنج رو برگردونیم ببینیم ته‌دیگش چطور شد. خیلی داغه.
اول این سس فسنجونی که درست کردیم رو میریزیم تو بشقاب سرومون که واسه من سفالی و خوشگله. حالا ماهیای سرخ کرده رو میچینیم دورش. حالا من برای قشنگتر شدنش چند تا گوجه سرخ شده هم میذارم این وسط، ولی دیگه این اختیاریه. چه تهدیگی، چه تهدیگی، به به به. گیلانیا میگن ماهی رو باید یه جوری سرخ و برشته کنی که قشنگ با استخون بشه خوردش، مثل چیپس. چقدر هم خوشمزه است انصافا. بیا بخور.